سلام دوستان. امروز می‌خوایم درباره یه بیماری خیلی جدی و مهم به نام اسکیزوفرنی صحبت کنیم. اسکیزوفرنی یه بیماری روانیه که میتونه تفکر، احساسات و رفتار یه نفر رو تحت تاثیر قرار بده. اسکیزوفرنی چیه؟ اسکیزوفرنی یه اختلال ذهنیه که باعث میشه فرد چیزهایی رو ببینه یا بشنوه که واقعیت ندارن. ممکنه صداهایی بشنوه که بقیه نمیشنون یا فکرهایی کنه که بقیه نمیکنن. این چیزا میتونه باعث بشه فرد توی روابط اجتماعی و کارهای روزمره مشکل داشته باشه. علائم اسکیزوفرنی چیه؟ از علائم اسکیزوفرنی میشه به توهمات و هذیان‌ها اشاره کرد. مثلا فرد ممکنه فکر کنه که یه نفر دنبالش میاد یا صداهایی میشنوه که بقیه نمیشنون. همچنین ممکنه احساسات و رفتارهای عجیب و غیرمعمولی از خودش نشون بده، مثل تغییرات ناگهانی در خلق خو یا انزوای شدید. راههای درمان اسکیزوفرنی چیه؟ خب این بیماری با وجود اینکه خیلی جدیه، ولی قابل درمانه. درمان معمولاً شامل ترکیبی از داروها و رواندرمانی میشه. داروها به کنترل علائم کمک میکنن و رواندرمانی میتونه به فرد کمک کنه تا با بیماریش بهتر کنار بیاد. همچنین حمایت از خانواده و دوستان خیلی مهمه. در نهایت باید بدونیم که افراد مبتلا به اسکیزوفرنی نیاز به درک و حمایت دارن. با افزایش آگاهی و کاهش استیگما میتونیم به این افراد کمک کنیم تا زندگی بهتری داشته باشن. مرسی که تا اینجا با ما بودید. اگه سوالی دارید یا میخواید بیشتر بدونید، حتما توی نظرات بنویسید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید. امیدوارم این متن براتون مفید باشه. موفق باشید.